این بوس به نام چیست گفتین؟ این کاموری. ببینی این شاخه‌اش که تاو بود. خب این کاموری میگن آقا. کاموری. این گوشه‌اش هم شما میبینید چند سانتی شاید گوشه‌اش؟ 55 سانتی ان شاء الله. 55 سانتی میاد فعلا هم. 20 سانت 55 سانتی است. بخی صحیح است دیگه. 55 سانتی هموطنان عزیز گوشه‌اش هست. اینو باز چند لیتر شیر میته و چند تا چوچه میته؟ اینا 2 لیتر 3 لیتر شیر میته، 2 تا 3 تا چوچه میته. سال 2 دفعه میزایه. اگر درست‌تر نگاه کنی سال 2 دفعه میزایه. بوز از 60 سانتی گوشت است. خب 60 سانتی گوشت است، 55,000 هم بیش است. فهمیدی؟ با جرامت. با جرامت. 55,000. 55,000. خب دیگه هر قسم بوز بخوای است. بوز کجاست گفتین؟ یه هم بوز کاموری میگه میره بازی گوشه ازی بسیار یک اندازه درازتر است. خب از بوزای دیگه کدای خوبتر است. ما خب گفتیم پیشتر 12 قسم است نه؟ اینا هم از 12 قسم یک قسمش است. فهمیدی؟ خب این بسیار اینا چطور است از نگاه شیر؟ پلنگی اینا هم خوبش است. اینا هم 2 لیتر 3 لیتر شیر میته، اینا هم 2 بزغاله میکنه. خب پستانش هم سعی کنیم. بسیار خوبش است. این تکم خوب تک است، بد تک نیست. این میاد با نام اسماری. اسماری؟ اجانا. یم اسماری. یم اسماری است. به نظرتون همین تکه چند کیلو گوشت میکرده باشه؟ این تکه فعلا شاید کنه 40 کیلو 45 کیلو گوشت شاید کنه. یک گوشتله کو فکر 40-45 کیلو گوشت ان شاء الله میکنه. به نام خداوند یکتا و به همتا. سلام و درود خدمت شما بیننده های ستل لنز. امیدوار هستم که در هر نقاط دنیا که هستید جور و صحت و سلامت و دور از ناهمواری‌های دنیا باشید. حیات الله چاریار هستم. شما هم بیننده چینل خودتان دیگه کمره شار بگم در فارسی یا اینکه ستل لنز بگم ستل لنز هستین. امیدوار هستم که دیگه بیننده گزارش خوبی ما باشید. برنامه ما را تا آخرین دقایق بیننده باشید. هموطنان عزیز، امروز آمدیم به مال بازار مزار شریف. البته بیشتر هموطنانمان دیگه برای ما درخواست‌ها تقاضاها ازی بود که حیات الله برای ما از نرخ و نوای بوزای پاکستانی یا اسماری بگویم یا دیگه امی بوزای زراعتی بگویم دیگه ازی گفتن برای ما معلومات بده و نرخ و نوایش برای ما پرسان بکن و گزارش بده. ما هم هموطنان عزیز ناگفتن ما امروز آمده بودیم به مال بازار. کل مال بازار که گشتیم البته فقط در این قسمت دیدیم که دیگه بوزای پاکستانی که است بیشترین حتی بگوییم که از فارم هم کده شاید بیشتر باشه در اینجا. اگر در یک فارم شما ببینین 10 یا 20 تا بوز پاکستانی باشه اما در اینجا که است بالای صدها بوز پاکستانی است دیگه، یعنی خیلی زیاد است. گفتیم از این قسمت برای شما نرخ و نوای بوزای پاکستانی را معلومات بدیم. پس بیننده گزارش خوبی ما باشید ببینیم دیگه نرخ و نوای بوزای پاکستانی چگونه هست، از چند تا چند است. دیگه بیشتر از این مقدمه را طولانی نمیگیریم، میرویم سر موضوع ببینیم که
قیمت و نرخ و نوای بوجای پاکستانی و بوجای اسماری چگونه هسته؟ مسئولش اینجا داریم. سلام علیکم برادر عزیزم، خوب هستین؟ جانکتان جور بخیر هستین؟ قربانتان سلامت باشین، زنده باشین. نامک شریفتان چیست؟ عبدالحکیم. عبدالحکیم جان عزیز، خودتان باشنده کجا هستین؟ ولسوالی چیز چهاربلک. ولسوالی چهاربلک. فعلا میشینیم مزار شریف. در مزار شریف دیگه. چطور است نرخ و نوا بازار کاروبار؟ خوب است شکر الحمدلله. از هر نگاه فضل خداست. آرامی را داریم شکر است. بازار خوب است شکر. میشه دیگه شکر است میگذره. روزگار است و میگذره دیگه. جانا. بازار بوجای پاکستانی چگونه است برادر عزیزم؟ خوب هستند، بد نیستند دیگه. بوجای اسماری هم قسم قسم هستند دیگه. یکی میاد خوردش میگیره، کمزورش میگیره، یکی میاد زورترش میگیره دیگه. خوب است اینا، نسلش هم خوب است. چیز فایدهش هم خوب است. 2 تا 3 تا چوچه میته، سالی 2 دفعه میزایه، شیر هم میته. خوب است دیگه. یعنی متفاوت است دیگه، یعنی بسیار عالی. بله. خب بله. کلا در کل برای ما بگین که چند نوعی بوجای پاکستانی خودتون دارین دمینجا؟ فعلا شاید یک 6 7 رقم داشته باشه. 6 الی 7 رقم. بله. بالاترینش کدامش است؟ پایینترینش یعنی قیمتش؟ قیمت ترینش که از کاموری میگیم، فهمیدی؟ خب. یکی یک قسم دیگه گلابی میگیم، اینا قیمت ترینش است، فهمیدی؟ از با پایین ترش باز دیگه پایینش است. اصلی ترینش که از کاموری است. ما داریم همینجا فعلا. اگر میخواین براتون نشون بدین. همکار عزیزم خوب سم صحیح به خاطر ازی که هموطنایمان ببینن برای از اونا نشان بدیم. این بوس به نام چیست گفتین؟ این کاموری. ببینی این شاخه‌اش که تاو بود. خب این کاموری میگن آقا. کاموری. این گوشه‌اش هم شما میبینید شاید گوشه‌اش 55 سانتی ان شاء الله 55 سانتی میاد فعلا هم 20 سانت 55 سانتی است. بخی صحیح است دیگه. 55 سانتی هموطنای عزیز گوشه‌اش هست. اینو باز چند لیتر شیر میته و چند تا چوچه میته؟ اینا 2 لیتر 3 لیتر شیر میته، 2 تا 3 تا چوچه میته، سال 2 دفعه میزایه. اگر درست‌تر نگاه کنی سال 2 دفعه میزایه. خب 100% است. 100% چرا نه؟ قیمت ازی چند است فاینال؟ قیمت ازی فعلا 30000. 30000 فاینالش هست دیگه. بله. بسیار عالی. قبل از اینکه در برنامه بوجای دیگر هم چی بکنیم، یک شماره تو برای هموطنایمان بخونین که به خاطر 070 کسایی که زنگ میزنن حداقل شماره شما رو داشته باشن. 078 413 413 غلط از روی چیز بخونین مشکل 078 413 77 69 لمبر ما، لمبر واتساپ ما 078 413 77 69. به خاطر عزیزان دلی که شما همیشه میگین که آیت الله وقتی در مال بازار میره برای ما دیگه یک شماره اما جلابه که در بخش بوجای پاکستانی بود، چرا برای ما نگفتی که ما ضرورت داریم دیگه میخوایم بوس خرید بکنیم اما ما چه رقم ارتباط برقرار کنیم با از اون نداریم شماره. اینم شماره در مزار شریف است، شماره بیادرمان دیگه. خب سمت چی بگیریم؟ هر قسم بوز بخوای هر جایی که بخوای ان شاء الله رساندم میتونیم. اینم همینجا نگاه کنین با سرچگپ میزنیم. اولی سرچگپ میزنیم باز از سری. همکارم این طرف باشین. یعنی بوز از 60 سانتی گوشت است. خب 60 سانتی گوشت است، 55000 هم بیش است. فهمیدی؟ با جرامت. با جرامت 55000. 55000. خب دیگه هر قسم بوز بخوای است. یه هم بوز کاموری میگیم میره بازی گوشه ازی بسیار یک اندازه درازتر است. خب از بوزای دیگه کدای خوبتر است. هر کدامشون جنس خوبش داره، بالا داره، پایین داره، خوبتر است دیگه. بسیار عالی. قیمت از چند گفتین؟ 55000 با جرامت. چقدر جرامت داره باز؟ خدا را دیگه شاید 5000 10000 پایین تر کنیم جرامت داره. یک 10000 5000 جرامت داره دیگه. یعنی هر هموطنمون که بخواین خرید بکنه از نگاه شیرش نگفتین؟ نگاه شیرش 3 لیتر شیر گارانتی میته، 2 تا بزغالان گارانتی میته. بوزم یک دقیقه خوب میره بیار که بسیار یک نام خدا بسیار یک بوزی خوبش دیگه. بسیار خوبیش است این بوز دیگه. بیخی دیگه در جنس خودی رقیب نداره دیگه. نه بسیار عالی. اما تو گوشایش هم که فوق العاده عالی است. این که مرحله دومش بود. مرحله دومش بود. سیومش کدامش هست؟ سیومش اینی بوزم خوبیش است. خب این به نام چی است؟ 30000 هم کاموری است. کاموری همین تو شاخکایشون تاو است؟ این کاموری است. کاموری است دیگه. بله. بسیار عالی. خب چند لیتر شیر میته و نسلش چگونه است از اینا دیگه این بزغاله اول زای است، فهمیدی؟ اینا 2 دندان است، فهمیدی؟ اینا 1.5 لیتر 2 لیتر شیر میته. همین حال نام خدا پستانایش پر است نام خدا. دیگه پر است دیگه این بچه هم است باله. بچه هم است. بچه است، 1 ساله است. نه 1 ساله شده، بزغالگیش زایده، نه 1 ساله شده. 1 ساله شده. خوبش است. چند تا چوچه کدیم سال؟ 2 تا.
دو تا. بله. نام خدا خیر دیگه بیخی فوق العاده بله. است دیگه. نه نام خدا. بسیار عالی. قیمت از رو چند گفتین؟ قیمت از 30000. 30000. جان. اینولی همیشه بوزا بگیم یا تکه بگیم یا سرکه بگیم چی بگیم؟ تکه بعد تکه نیست خوب تکه است. میتونم همکارم. ایره بیش از 30000 میگیم با جرامت. خب. دیگه این تکه هم خوب تکه است بعد تکه نیست. ایره میه با نام اسماری. اسماری. جان. یم اسماری. یم اسماری است. به نظرتون همین تکه چند کیلو گوشت میکرده باشه؟ این تکه فعلا شاید کنه 40 کیلو 45 کیلو گوشت شاید کنه. یک گوشتلک فکر 40 45 کیلو گوشت ان شاء الله میکنه. دقیقاً فوق العاده عالی است. ایره باش شما دیگه سر این بوزا این سودا نمیکنین چی بالا؟ نه یگان تو میخره به خاطر مالداری سر بوزا. دیگه ما خودمون که خریدیم به خاطر اینکه بوزای ما تیر شه یگان مسلمانی که میبره باید اینا بغض باشه. دروغ نگوییم بخشش که بگیم که این دروغ این بعد اتاکه برآمدگی است یا 10 روز یا 1 ماه یا 2 ماه این قسم دیگه ایره به خاطر می خریدیم که بوزا بغض شه یک مسلمانی ببره خیر ببینه. خیر ببینه. قیمت همین تکه که یک هموطنمون بخره چند؟ 30000 گفتیم با جرامت. خرید خودش 20000 است. با جرامت. با جرامت یعنی مرحله چهارم کدام مرحله است دیگه بوزای دیگه کدام؟ مرحله چهارم اینی بوزا هستند که اینی بوزا ایره تو دستون بگیرین که اگه ما نمیفهمیم هموطنایمون دیگه اینی بوزا است یا خوب بوزا است در جنس خودش بسیار خوبیش است. خوب اینا باز از اونا کدام یک ذره شیر مولتر میته خب چند لیتر مثلا؟ اینا شاید یگان در وقتش شاید یک 3 4 کیلو شیر بده در وقتش. وقتی که تازه بزایه خوب میته یک 3 4 کیلو شیر میته این بوزا. این بوزا خوب بوزا است. اینا باز بیش 20000 است. با جرامت جانا. یا چند تا چوچه میته باشه؟ اینام 2 تا میته. 2 تا. اینام 2 تا شمیته. همین قیمت کم تخفیف که بتین باز چند میتین؟ یا واجبیش که بتیم تو 17000. 17000 بله. بسیار عالی. بله. برادر عزیزم میشه یک بریم بوزای دیگه که وطنی من است اونها رو هم یک برای هموطنایمون معلومات بدیم دیگه انواع و اقسام بوزا اینجا موجود هست هموطنای عزیز نام خدا اینمی بوزی اله رو برای ما نگفتین این پلنگی میگین یا چی میگین نامشه پلنگی میگه خب این پلنگی میگه بسیار خوبیش است در نسل خودش ما خب گفتیم پیشتر 12 قسم است نه اینا هم از 12 قسم یک قسمش است فهمیدی خب این بسیار اینا چطور است از نگاه شیر پلنگی اینا هم خوبیش است اینا هم 2 لیتر 3 لیتر شیر میته اینا هم دو بزغاله میکنه خوب پستانش هم سعی کنیم بسیار خوبیش است اینا بسیار عالی قیمت ازی چند است باز قیمت ازی 30000 30000 اگه تخفیف بدیم چقدر تخفیف بدیم اینه بسیار که بدیم 25000 25000 بوزای ارزان تر هم دارین ارزان تر هم میتونم کار عزیزم این طرف بیاین جان بوز تکه تیر شده که آورده رئیس خب یعنی بوزا هم یک سایت کنیم خب این بوزاتون از چند تا چند هسته این بوزا هستن 10000 هم بوز داره 8000 هم داره 9000 هم داره 7000 هم داره خب پایینتر هم داره دیگه مال است دیگه جانا اینا را باز بعضی دفترهاست مؤسسات شرکت‌هاست اینا را خریداری میکنن باز در مردم به طور رایگان میده بخشن برای به طور رایگان یعنی دیگه مؤسسات خیریه دیگه یعنی بسیار قیمت‌های از اینا خب پس اینا وطنی هستند دیگه نه اینا وطنی نیستن اینا فکر کو که سندایشان پایین هستن اسماری هستن اسماری از رقم چیزاست گد هستن ولی خوردش است سندایش خورد است این 6 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه این قسمی هستن بسیار عالی تشکر برادر عزیزم خیر ببینین خداوند شما را خیر بده سلامت باشین زنده باشین بازم در آخر اگه کدام پیامی داشته باشین کمره ما در خدمت شما خداوند کلگی ما شما را جور سالم داشته باشن وطن ما شما را برقرار داشته باشن اینا میکی شکر است که خداوند یک مسلمان آفریدن تشکر بیادر خیر